چرا اومدی مامان؟ من دارم از همه قایمت میکنن، میخوای منو بیرون کنن؟ فوری برو خونه، وگرنه قشقرق به پا میکنم تا اون چیزی که میترسی به سرت بیاد. برای چی این کارو میکنی مامان؟ چی کار کنم؟ نمیام خونه، تو هتل میمونم یعنی چی؟ قلم پاتو میشکنم. مامان تو رو خدا برو. را بیاف بریم وگرنه نمیرم. بدو. نمیام، همین روز از اینجا هم میرم. برای کار تو آنتالیا درخواست فرستادم. تو همه چی رو ول میکنم و میرم. من دیگه بچه نیستم، میخوام زندگیمو بسازم. نکن جیلان، نکن. چطوری میخوای مادرتو ول کنی بری؟ مامان التماست میکنم برو. جیلان تو چته؟ کی بودون؟ هیچ کس، مهم نیست، یه آشنا بود. انقدر مهم بوده که اشکتو در آورده. داشتین دعوا میکردین. خب بگو چی شده؟ آخه چیزی نشده. داری دروغ میگی. مامانت بود؟ معلومه که یه مشکلی با همدیگه داری. اذیتش نکن. هیچ مادری بد بچه‌شو نمیخواد. وسایلتو جمع کن میرسونمت. زن بیچاره یکم خیالش راحت میشه دیگه. بدو. خواهش میکنم آقا قدیر. شب بخیر. دختر دکتر خانم آقا، تو خونه بهداشتی که تازه باز کردیم کار میکنه. حتما عمر کاری کرده بیاد. چه بی آبرویی. فیدان و خلیل قوقا به پا میکنن. میافتیم سر زبون روستایی ها. دارن چی کار میکنن؟ تو هتلن؟ تو خونه جنگلی خانم آقا. فردا زنگ میزنم آنکارا تا بفرستنش یه جای دیگه. با دخترم حرف بزنیم. فردا میریم خانه بهداشت. عمرم که حرف خودشه. شاید دختره عاقل تر باشه. خیلی هیجان زدم، خوابم نمیبره. با یه دختر چشم و فیزش عروسی میکنی؟ بعدم پشیمون نشی؟ هیچ وقت پشیمون نمیشم عشقم. قول میدم. منم قول میدم عزیزم. فهمیدین چی میگم؟ با کوچکترین اشتباه میندازمتون روی مین. فهمیدیم خان. نشنیدم. فهمیدیم خان. گوش کن. تو فهمیده باشی همه فهمیدن. بگو ببینم چی فهمیدی؟ راستش اول میدازیمش و سوار قاطرش میکنیم، بعدش هم میندازیمش رو مین، بعد به عمر زنگ میزنیم و خبر میدیم. خب ببینم شما کی هستین؟ چی میخواین بگین؟ آدمای عبدالقادر سوریه‌ای خان. آفرین. برین سر کارتون. بدو این ببینم. رستم. بله خان. فردا صبح علت طلوع خان کوچیکه وسط میدون مین مثل هندونه برق میزنه. انشالله نجاتش بده. تقدیر الهیه دیگه. عمر خانم که یه چند روزی مهمون پلیس باشه یاد میگیره که تو کارهایی که بهشون ربطی نداره دخالت نکنه. خوب گفتی خان. معلومه که خوب گفتم. خب بریم پیش گلبهار که دوست و دشمن ببینتمون فردا پس فردا تهمت نزنن
کار ما بوده و از این حرفا. برو ماشینو برده بیار. در روی چشمم خان. لیلا مین چیه؟ امروز تو سینه هم بمب هسته‌ای منفجر کردی خانم دکتر. خلیلیو که همه جلوش دل راست میشن و خورد کردی گذاشتی زیر پات. دمت گرم. باید دستتو بوسید، اما من اون دستو میبوسم، بعدش کاری میکنم تو دستمو ببوسی. حالا میبینی دوباره چی شده زیلان؟ چرا داری گریه میکنی؟ چیزی نیست، همینطوری. باشه برو بالا، من لباس عوض کنم میام. نه من نیام بهتره. چرا؟ چی شده؟ نه چیزی نیست، تو خودتو به خاطر من ناراحت نکن عزیز دلم، خوبم نگران نباش. بگو بینم چی شده دوباره؟ با دجله دعوا کردی؟ قدیر همه با من دشمن شدن، الانم بهم تهمت زدن، حتی امینم با دجله دست به یکی شدن. میگن تو اتاق دجله دعا گذاشتم. من گردم بند مادر رو برداشتم انداختم گردن بیلناز. زیلان راستشو بهم بگو، تو این ماجرا مقصری یا نیستی؟ حتی تو هم حرف منو باور نداری. بقیه چطوری باور کنن اون وقت؟ یکی تو شکمم دارم. مادرتم حرف اونا رو باور کرد، تو گوش منم سیری زد. آره بگیر بشین سر جاد زیلان، به کسی کار نداشته باش تا بهت کاری نداشته باشن. باشه همینجا بایستا. زن داداش، حوصلت سر نمیره همش خونه ای؟ یعنی بعضی وقتا بیا دنبالم با هم بریم بازار گردش. نه نمیره. چرا بره؟ اما میام دیار جون. دخترم تازه عروسه که نمیره بازار و گردش. مادر بیا باهات حرف دارم. مادر با زیلان هر مشکلی داشتی به من بگو، لازم باشه خودم مجازاتش میکنم. دیگه رو زیلان دست بلند نکن. وای 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 وای، پسرم به خاطر حرف زنش تو روی من وای میسته. حالا که تو روم وایستادی پس یاد بگیر چطوری کنترلش کنی. جمع و جور کردن اون نه کار منه نه کار توه. همه راست میگن، همه حق دارن، فقط زیلان مقصر. مادر زنم حامله است، تو شکمش نوهی توه. مادر من بعد کسی حق نداره اذیتش کنه. بچه آخ جون بچه. من نگفتم دخالت نکن. برای چی میگی؟ یا باید همون موقع میگفتی یا جلوی دهنتو میگرفتی. نمیگفتم که بندازن گردن من. خانم آقا یه جوری داد زد که
4 ستون خونه لرزید. به خاطر زبون درازی تو الکی حرف میشنوم. 2 تا عروس گرفته، یکی از یکی دیوونه تر. آره دیگه، حرفاشو امینه بشنوه مگه نه؟ ساکت شو زن، یکی میشنوه. آبجی امینه، ببین دارم میگم آبجی. زیر دست تو بزرگ شدم، نمیخوام دل تو بشکنم. اگه یه بار دیگه سر به سر زیران بذاری دیگه باقیشو خودت بخون. دیدی؟ مگه من چه گناهی کردم؟ باید چشمت کور و گوشت کر بشه امینه. همینطوری همه چی به هم ریخته هست. بدترم میشه. نپرس چطوری اما میشه. جلوی زبونتو بگیر، ساکت شو. بعد از عروسی کجا زندگی میکنیم اینجا؟ بخوای برات امارت میگیرم خانم. آره دیگه، تو خونه کوچیک دوست نداری. خونه استانبولت هم بزرگ بود. چقدر اون شب عصبانیم کردی، یادت میاد؟ ازت پرسیدم تو اون خونه تنها زندگی میکنی، تو هم پرو پرسیدی میخوای بدونی متأهلم یا نه. ای خدا، دعوامون شد. بهتر نیست در مورد گذشته حرف میزنیم؟ برام امارت میگیری؟ خیلی فوری، هر جا که تو بخوای. چند وقت پیش رفتم امارت دجله اینا. قدیمی بود اما خیلی کلاسیک بود. نمیدونم میشناسیشون یا نه، ولی یه همچین جایی مثلا. سلین ساعت چند میاد؟ فکر نکنم بتونه اینجا رو پیدا کنه. بهتر نیست بریم دنبالش؟ به فکر همه چی هم هستی. میریم عزیزم، قرار شد زنگ بزنه. دخترارم کشوندیم اینجا. آروم باش لیلا، همه چی خوب پیش میره. خوب پیش میره. مگه همش گریه نمی کردی به چشم یکی بیای؟ خب اومدی. بله جیلان. آقا قدیر، من عذر میخوام که بهتون بی احترامی کردم. اشکال نداره، پیش میاد. چی کار میکنی؟ حالت خوبه؟ هتلی؟ بله هتلم. خیلی ممنون، خوبم. ببین من دارم برمیگردم هتل. اگه نمیخوای بخوابی دوست داری بیا بشینیم با هم یه چایی بخوریم ها؟ نه یعنی نمیخوابم، بیدارم. باشه، من رسیدم بهت زنگ میزنم. بگو. برین سمت مسجد، هدف داره نزدیک میشه. خیلی خوب.
زن داداش چی کار میکنی؟ بیا تو عزیزم بیا. زن داداش یه چیزی بهت بگم؟ بگو عزیزم. مامانم نذاش حرف بزنم، میخواستم یه چیزی بهت بگم. این چیزه هست نه همون چیز دیگه. آها اونو میگی؟ خب ببین زن داداش ما نمیتونیم خیلی همدیگر رو ببینیم. خب این بازار یه کاریش بکن دیگه. آخرین امیدم توی زن داداش. نگران نباش دیار جون، اونم فردا پس فردا حلش میکنیم. واقعا ممنونم دیار. منم یه چیزی بخوام؟ به دادا شومرت یه زنگ بزن ببین کجاست. الان میزنم. یه لحظه صبر کن برم تلفن رو بیارم. باشه باشه. داشتم یه کمکی بده وسط را گشتتمون. باشه برو اونجا با هم دیگه هول میدی. بادا زود باشیم. بالا کاری که خواسته بودی انجام شد. خود دارم میگیرمش. آره ببین کجاست. باشه یه جوری که نفهمه ها. الو داداش. بگو فسقلی من. فکر نمی کنی الان دیر وقته؟ چرا نخوابیدی؟ راستش درس داشتم داداش. نگرانت شدم. گفتم بپرسم امشب میای خونه یا نه. نه نمیام. حرف بزن. چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ نه داداش دلم برات تنگ شده. ببینم تو هتلی؟ نه فسقلی من. تو خونه جنگلیم. اگه موضوع مهمی نیست بعدن حرف بزنیم. نه داداش گفتم صدا تو بشنوم. باشه خداحافظ. خداحافظ فسقلی من. زن داداش ببین امشبم نمیاد. تو خونه جنگلی میمونه.
من میخواستم یکم بیشتر حرف بزنم، اما اون گفت اگه مهم نیست فعلا قطع کنم. میشه دیگه، خونشه بالاخره که میاد. شب بخیر زن داداش. شب بخیر عزیزم. همین الان پا میشم خودم میرم. از در که نمیتونه بیرونم کنه. عبدالقادر سوریه‌ای به تو داداشت سلام رسوند. میگه به پر و پای من نپیچین، چون اگه به پر و پای من بپیچین به هم دیگه گرتون میزنم. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ پس فهمیدی؟ میزنم تو سرتا. احمقا تلفنشو نگرفتین؟ سلامت رفتی بیرون بهش زنگ میزنی و بهش میگی که داری برای کی جفتک میندازی. برای کی داری وحشی بازی در میاری ها؟ اینم دیگه حالا واسه من ددری شده. تلفن رو من قطع میکنه، لعنتی پر رو. خوش اومدی خلیل. ممنون گلبهار. سلامت باشی. بیا بشین. بیا. خب چطوری گلبهار؟ خوبی؟ تو رو که دیدم حالت خوبه، بهتر شدم. آفرین گلبهار، آفرین. مثل ضبط صوت یه چیزو هی تکرار کن. چیزای دیگه که میگی بینمون خراب میشه. تو هم غصه میخوری. خان، هندونه رو ترکوندن. منتظر خبر از شما. آفرین حسن کچل، تو هم آفرین. عجله نداریم، بگو ادامه بده. یکیتون منو ببره خونه جنگلی. عمر گفته. زود باشید دیگه، لفتش ندین. بفرمایید من میبرمت. اینجا تصمیمی که خانواده میگیرن خیلی مهمه. خانوادت منو نمیخوان، نه؟ واقعیت سرزمین من اینه لیلا. یعنی تو میخوای بگی این غیر ممکنه؟ نمیفهمم. یعنی واقعا فهمیدنش انقدر برات سخته؟ سخت نیست، غیر ممکنه.
تو اینجا داشت چلین؟ صدا اومد. معدم خرابه، خوابم نبرد. انشالله که خوب میشی. جمال کجاست؟ باز دوباره در رفته؟ نه داداش، رفت خونه جنگلی. عمر خان گفته؟ اینطور میشه گفت. دجلی خانمو برده بود، عمر خان گفته بود. چی میگین شما؟ فوری بهش زنگ بزن، سری برگرده. حالا به خونه باغ نزدیک. باشه کجا داری میری؟ جواب بده ببینم. برا را بیافت زود باش حرکت کن، زود باش. برو را بیافت. این خودشه. اگه پاتو از روش بلند کنی اینجوری بوم میترکی عزیزم. یادت نره اگه پاتو بلند کنی میمیری. فهمیدی چی گفتم؟ ایول. تو برو اونور. برو اونور. میخواین بکشین مثل آدم بکشین بی شرفا. این کارا چیه؟ شما بیاین دیگه، آفتاب طلوع میکنه. برای زنگ زدم به عمر منتظر دستوره. وایسا، فعلا عجله نداریم. بذار خان کوچیک یکم عرق کنه، دست و پا بزنه. خب حالا عمر خان بدو داداشتو نجات بده، بعدش هم خودتو از این رسوایی نجات بده. اینا فضولن رستم. تو بشین تو هتلت، ساختمونتو بساز. اما نه، میخواد قهرمان بشه. بفرما تحویل بگیر، اینم مزدش. وای لیلا، چقدر خوشگل شدی عزیزم. این همه بلا سرم اومد، تو هم کنارم بودی، اما روزای بعد تموم شد. آره همیشه کنارم بودی دوست عزیزم. عزیز دلم، ایشالله همیشه خوشبخت باشی. باشه. ساعت چنده؟ وای خدایا، 10:30 الان. عمر و دوستاش میان اینجا.
به مامان زنگ بزنم. نمیدونم، خودت تصمیم بگیر. منم نمیدونم. برم ببینم حرف حساب دختره چیه. این نحس بد قدم یادته به خاطر این دختر عمر زمینای خونبها رو داد به خلیل؟ از مرگ برگشت، گفتیم خوب شد، بدو رفت سراغ دختره. معلومه خودش دست دختره رو گرفته آورده اینجا. خدا به پسرم عقل بده. دخترم که حیا نداره، پا شده راه افتاده دنبال این. بگو تو با یه مرد متعهد چی کار داری؟ معلومه چقدر جنسش خرابه. فقط میخوام امروز همه چی به خیر و خوشی بگذره. خیلی برام مهمه. جنگ اصلی تازه شروع میشه عمر، خودتو آماده کن. طاهر گیر نده دیگه. میدونم لیلا پدرمو در میاره اما من راضیم. خیلی خوب بریم. بذارین من از اینجا سالم بیام بیرون. بی شرفم اگه تیکه تیکتون نکنم. سلام، خوش اومدین خانم آقا. خانم دکتر داخله؟ خانم دکتر نیستن، مرخصی هم. باشه ممنون، به کارت برس. بریم خونه جنگلی جلیل. دجله دخترم عزیزم، خوش اومدی مادر. اصلا دیدن مادرت نمیای. گفتم این دختر من یادش رفته. این چه حرفیه مادر؟ وقت نکردم، تو عمارتمون آرامش نداریم که. بیا عزیزم بیا. خب بگو ببینم راحتی؟ نذاری خارو خفیفت کنن ها؟ نه مادر، به خدا همه چی خوبه. میدونم عمر عقدت نمیکنه، اما قصه نخور. داداشت فردا پس فردا گوششو میگیره و راضیش میکنه. نگران نباش مادر، تو اصلا نگران نباش. نگو جادومون کردن. برای همین عمر انقدر مخالفت میکرد. زیر تختم دعا پیدا کردم. میدونی که کار کیه؟ میخواستی کار کی باشه زیلان؟ آره دیگه، کار خودشه. گردن بندم اون دزدیده. اما همه چی برملا شد. قریشا حسابشو رسید مادر. یه سیلی زد تو گوششو بهش توپید. قریشا رو ببین مادر، قصه نخور. به خدا خیلی حواسش بهم هست. دعا رو که پیدا کردم. ایشالا عمرم درست میشه. به همین زودی نوه‌دارت میکنم. اما از خونه بزبیله را دختر چجوری بغلش کنم من اونو؟ به چه چیزایی فکر میکنی مادر؟ نگو گناه داره. نه، من نه تو داماد شانس دارم نه تو عروس. داداشتم افتاده دنبال این دختر دکتره. فردا پس فردا عقدش میکنه، میارتش تو این خونه. دیشب به چشم خودم دیدم. نخند دختر. واسه چی میخندی؟ والا بلا نمیخوامش.
محمود داری میمیری. همچین سرفه میکنی که انگار جیگرت میخواد بزنه بیرون. اینا دکتر میبرنت؟ آره میبرن. تو چطوری؟ خوبی؟ چطور باشم؟ والا تو اینجا گیر افتادی. اون دختر بیچارم هم تو اون خونه. از وقتی اون دجله پاشو تو اون خونه گذاشته خنده از لبای زیلان رفته. محمود دوباره شروع نکن، مجبوره. خب چی بگی؟ قریشا دیروز تو صورت دخترم سیلی زده. چه سیلی؟ چی میگی؟ من باید با خانم آقا حرف بزنم. خانم آقام به حرف تو گوش میکنه. همچین حرف میزنی که والا نمیدونم داری منو گول میزنی یا خودتو. خانم آقا به حرف من گوش میکنه، مجبوره گوش کنه، وگرنه به همه نشون میدم کی دوسته کی دشمن. الو عمر بازبی، عبدالقادر سوریه‌ای سلام رسون. داداش قدیر رو تو مرز در حال قاچاق دیدن. میگم پاش رو مینه، الان هاست که منفجر بشه. منتظر باش. شما کی هستین؟ چی داری میگی؟ بارا روستای لب مرز خودم میگیرمت. چی شده عمر؟ مشترک مورد نظر پاسخگو نمی باشد. لطفاً پیغام خود را بگذارید. لعنتی پسرم، لعنتی ها قدیر رو دزدیدم. عمر دیر کرده. الان میان عزیزم، نگران نباش. هنوز زوده. خب دیرم بشه خودمونیم دیگه. راست میگی. الکی منو هول کردی. موهام نمیرسه. آرایش نکردم. عجوله خانم. مگه بده؟ ما هم حاضر آماده منتظر میمونیم. عمر به پلیس زنگ بزنی؟ بهتر اول بریم با چشمای خودمون ببینیم، بعدن زنگ میزنیم. الان اصلا نمیدونیم که کی برای چی این کارو کرده. تلس یا این کسان دنبال چیه؟ پا رو دمشون گذاشتی. لعنتی اونجاست. یعنی اومدن. وای بدو